سلام این بار بنده یه سلام سفارشی همچین کار درسته که دو دستی تقدیمش میکنم به همه دانشجوهای بامرام و بامعرفت که امروز یه حال اساسی از صیدلی گرفتن. بنده موشکاف تازه دوزاریم افتاد که چرا خرچنگ نظام دیروز تو جام بازار ولایت افتاده بود به خورناسه کشیدن و گلو پاره کردن. طی یکی دو ماه اخیر رئیس محترم قوه قضاییه وارد این نکته شده که دوباره فتنه‌گران جان گرفت. پس چی خیال کردی؟ وقتی صیدلی زهر میزنه به بدن و جونش از دماغش شروع میکنه به شرشر کردن، خب همین میشه دیگه، فتنه جون میگیره. اما خوشم میاد تا اسم فتنه میاد یهو کهیر میزنی خرچنگ، میری تو خاطرات تلخ عظما. تهرانی ها خوب به یاد دارن که خیابان انقلاب و میدان آزادی و جاهای دیگه تبدیل شده بود به میدان جنگ. جرم اهانت به امام و آتش زدن عکس امام در 16 آذر 88، جرم کشتن بیگناهان، جرم حمله به پایگاه سپاه و بسیج، جرم به آتش کشیدن مسجد، جرم تخریب اموال مردم، جرم ارتباط صمیمانه با بیگانگان. این جرم ها چیزهای کمی نیست که از خاطره ملت برود. سخن این است، احساس میشه این روزها بعضی از این فتنه‌گران دوباره جان گرفتن، طلبکار شدن، احساس میکنن دیگه فضای اونهاست. اگه منظورت از فتنه‌گران ملت ایران و هم ولایتی‌های آتیشی بنده است، باید بگم که هم فضای اونهاست هم زمان اونهاست. خرچنگ امامه به سر، خودتو آماده کن، این 16 آذر تازه دستگرمی بود، طرف حساب دانشجویان. بگو ببینم چی تو چنته داری؟ شما بسی بالاتر و فراتر از این هستید که احزاب قدرت طلب فتنه‌گران بیان شما رو از شما استفاده ابزاری کنن. وقتی زهر قاطی خون خرچنگ نظام بشه، اون وقت از توش یه چنین سوسکی در میاد که ملاحظه کردی بدبخت فلک زده از ترس افتاده به دست و پای دانشجوها. این ترس فقط مال این جونور نیست، کوسه هم دردش همینه. دوست داشتم 16 آذر در دانشگاه باشم. آرام باشین تا افراطیون سوء استفاده نکنن. دوری از تندروی و حفظ آرامش همراه با آزادی نوشتاری و گفتاری بهترین راه برای جوانان دانشجوه. شطور در خواب بیند پنبه دانه. آخه پفک نمکی، زهر رو به خورد صیدلی دادی، بعد انتظار آرامش هم داری؟ بدبختی تو اینه که فکر کردی اوضاع و احوال این زمانم مثل دوران امامته. عهد خاطر بازی گذشته آجی. از این به بعد نه تو روی آرامش میبینی نه اون ولی فقیه دستسازه. آزادی نوشتاری و گفتاریت هم به درد عمه جانت میخوره. دوران پستخوری تموم کوسته، دور زهرخوری و توفکی خوریه. خوردی به بنبست نیست راه در رو، صیدلی پس که میخوری زهرو،
بخور جینم خاطره ها زیاده، یه خورده توش آب یه خورده باده، آسید علی بزن کنار دیگه کار خراب و تمامه تمامه. یه خاطره میگم برات که باز از امامه امامه امامه. خاطرات امام محال یادم بره، تو این وضع درام محال یادم بره، وقتی زد خورد امام محال یادم بره، گفت در اومد بابام محال یادم بره. ما با امام مباحثه داشتیم، من رفتم رو مسئله، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای دارید چرا؟ علی گدا من تو رو به نون و آب رسوندم، تو خوبه ولایت خودم تو رو چپوندم، دیگه واسه من یکی فیگور نرمش نیا، زهرو بخور مردنی دنبال اکبر بیا، آخ دنبال اکبر بیا. خاطرات امام محال یادم بره، تو این وضع درام محال یادم بره، وقتی زد خورد امام محال یادم بره، گفت در اومد بابام محال یادم بره. با آقای موشکار